ناجی بد گشنمه. آقا کجا آوردم تیجه کفه. ببین پیتزا ناپولیتن. باشگاه اومدیم من و انجی چی نخوردیم 2 ساعت. من تو رژیم سنگی بودم اصلا خنده بچه‌ها جمع باشید. ببین امروز اومدیم اوبستو شف میلاد نور. بزن بریم ببینیم چه جوریه. برو بریم. من بد کره ناپولیتن. راستی سعدو تو انگار تستش کردی این آره؟ من یه بار اومده بودم وحشتناک خوب بود. پیشنهاد میکنم شما هم بیاید. پیشنهاد میکنم. خوشت اومده؟ نه برچی خفه شو بابا. خوشت اومده؟ خفه شو بابا. پس بریم فالو داشته باشیم بچه‌ها. بریم. بیا اینجا یه چیزایی هست. بچه ها نوشیدنی هم خودشون معرفی کردن. نوشیدنی مخصوص اوبستوه بپاچم میشته بریز پرایس هم آرمی جون پیچی رو بریم برو بریم بچه ها آقا آسرم بچه ها این رستوران تموم شد. آقا این اسم پیتزاش چی بود انقدر پسته داره؟ مارتادلا یه کالباس قدیمیه. اینجا الان میگه مارتادلا 100% گوشت اینم خام است پسته هم داره. ببین اینو واقعا نمیدونم چجوری اینو بعد اسلایس کنم براشون. همه شوشه واقعا. نظر شما چیه همون سرزا؟ توضیح دادن نشانه ضعف. مشکوشته پس مشکوشته. ببین یه اسلایس برات ببین دارم. خامه نونپنیر سبزی بزن عشق مرام و معرفت درش موج میزنه همچین. اما آرمی یه ذره وحشی داری کار میکنی. ما این دوستمون بچه‌ها رو فلجت‌هاشو تو داداش این میدونی ببو داداش الکی ببین باید بخوری نمیدم بهت. نوشه جان. Oh my god! واقعا لذت خوردنش اسلایس کردن چند برابر میکنه. قبول داری؟ عجیب‌ترین پیتزایی که خوردم بیچاره آقای بردار تشنه شده ولی واقعا پرفکته. ببین واقعا تو پیتزا تا حالا نخوردم. آقای فیلم بردار چه اسمشو نمیگی؟ پس تو رو بگم داداشم حالا فامیلیش هم نمیخواست. نه داداش ما با اسم فامیلی میگیم. آره دیدیش همین پسر ما خیلی بی‌نظیره. ما ساعت بزنم ببینیم چطور بخوریم. پیتزا نه باید بخوریم. نایس. زمینی ساده. نظرت چیه؟ افرهم اصل بالا میدونی میخوام چیکار کنم؟ این پیتزا ناپولیتان خیلی جای مختلف رفتم خب ولی واقعا یکی از تاپ ترین رستورانامه. یعنی شاید بگم الان شماره 1. واقعا ناپولیتان من زیاد میخورم با ناجام زیاد خورم ولی پیتزاش ناتوان. ببین یه دونه نوشیدنی خود سرآشپز آورده خب بهش خورد من اقیانوس آرام میده آرامت میکنه. آرام جانم گهی ناتوانم. آقا قاصرم بچه هم این رستوران تموم شد. واقعا غذاش خیلی خوب بود و اینا. از یک قدر من نمره 9.5 رو میدم چون میخوام رستوران‌های دیگر رو ببینم ولی خیلی تاپ بود. نظر تو چیه هموارنی؟ بی‌نظیره. ببین واقعا من حالا یه ذره بعدی‌ها رو یه سریاشو رفتم این قراره تاپ باشه. اصلا این تا آخرش قراره تاپ باشه مطمئن باش. نه بابا
بعد تازه بماند که 20 مدل دیگه پیتزا داشت. حالا ما دو تا آقا اصلا ثابت وای نمیسه بچه بنده خدا اینقدر کره کرد. نمیتونم. نظر شما چیه همون صدرا؟ به نظر من این پیتزا که واقعا بس بود 10. آره منم اون خدایی 10. فوق‌العاده بود 10. آره ولی این یکی حالا شاید به خاطر ذائقه من، ولی خدای خیلی ذائقه پسنده. آره، من نشیده بودم. تا حالا همچین پیتزایی میاد تو همچین طعمی نخوردم. یه ذائقه‌ای. پسته مستر داری؟ داداش پسته کیلو 1 تومن الان داشت هزینه شده. من دادش تو کیلو چون گرونه راجع نیست. آفرین استیک بهتره به نظر. فقط چون کیلو 1 تومنه. خب اینو چند میدی هم صد من میگی؟ گفتم دیگه 10 9 میانگین 9.5. 9.5 پرفکت. آقا پس شما چند دادی؟ میاو بازی در منطقی رو باشم. هم دیگه 9.75 فکر کنم. آره واقعا بالای 9 میگیره. اصلا نمیتونم منطقی باشم. میخوام بدونم چه رستورانیه که میتونه با این رقابت کنه. آره منم واقعا واسم جای سوال نمیدونم. شد. واقعا نمیدونم. نمیدونم، به نظر من بریم ادامه پس. بزن بریم دیگه ادامهش. رستوران قبلیه خیلی خوب. آره حاجی بدتره. ببین اصلا واقعا لذت حالا بردم. اومدیم لوکیشن دوم که ببین اینم توی شهرک غرب خیلی خیلی ببین این اصلا من- فیوریت من- منه بچه این رستوران پیتزا پاستا. اصلا من با اینجا با پیتزای ناپولیتن آشنا شدم. آفرین دقیقا منم حاجی. سیب زمینیاش وا. زمینی شاجه واقعا یکه. Wait a minute. Who are you? بچه میمون داریم. بچه میمون داریم. بوزوا. اما اومده. آقا خوش اومدی. پیتزا پادلا بهش بابا بریم واسه خیلی گشنمونه. آقا خیلی خوشمونه. بزن بریم. اومده حاجی قشنگ فرش. بزن بریم آقا. برو بزن بریم. بریم داخل. بفهم. نظر چیه با ما ندادیم؟ آقای مرز نجات رفتی دارن کاراشو انجام میدن که ما بشینیم سر جامون و ببینیم خیلی خوشمزه یه چیز عجیب. خدمت آقای احمدی عزیز رسیدیم، مدیریت رستوران پیتزا پازا. آقای احمدی من واقعا از بچگی فن رستوران شما بودم، یعنی واقعا اصلا پیتزا ناپولیتن با شما شناختم و اینا. واقعا مرسی لطف منت من تاج سر اصلا خدمت. تاج سر می‌خواستم دو تا از پیتزاهایی که خودتون معرفی می‌کنین و اینا رو بدونم و برامون بیارین و ما تستش کنیم. چشم حتما. اول یه کوچولو بیوگرافی در مورد ناپولیتن بگم، بعد بریم سر توضیح دادن اون دو تا پیتزایی که برات انتخاب کردم و اپتایزرهایی که داریم. ما اینجا تخصصی فقط ناپولیتن کار میکنیم. خمیرمون به صورت تخمیریه و 48 ساعت حداقل رست میشه و کیفیت بالایی داره، هیچ افزودنی نداره و حالا موقع پخت میبینی که پخت خمیرمون به چه شکله. آردمون با گلوتن بالا و پروتئین بالاترین حد ممکنشه و آرد با کیفیت، یعنی آردی که تو ایران میتونی پیدا بکنی. پنیر موتزارلامون حتما پنیر موتزارلا فرش استفاده می‌کنیم. سعی کردیم رسیپیامون به شکلی باشه که نزدیکترین حالت رو به خود ناپل ایتالیا داشته باشه، یعنی نزدیکترین حالت رو به خود منشأ این سبک غذا رو داشته باشه. آره من خودم مثلا میرم مثلا پیتزا ناپولیتن جای دیگه میخورم، مثلا خمیرش کارخونه‌ایه، ولی من واقعا فیوریتم وقتی مثلا میام پیش شما اینا همینه که خودتون خمیرش دسترس. ما خمیرمون هر شب یعنی هر شب خمیر گرفته میشه بعد از ساعت تعطیلی و حداقل 48 ساعت رست میشه خمیرا. و سس هامون همه سس هامون سس های دستساز خودمونه، هیچ نوع سس شرکتی توی پازا پیدا نمیشه. آره واقعا تازه است و همه سس ها رسپی مال خود پازاست، مال بچهای پازاست و بچه‌ها هم با هم زحمت میکشن و سعی کردیم که پیتزای اصیل ایتالیایی رو ارائه بدیم خدمت فالوورهای خوبی مثل شما. متشکرم آقا. من خودم واقعیت شده دور از این که مثلا واسه پیتزا این ریویو اومدیم، من خودم فن پیش غذاهاشون هستم، یعنی تازه کریسپی و من واقعا همیشه خودم سیب زمینیشو میخورم و تازه اصلا فهمیدم منم 40 تا ادویه داخلش داره و اینا و واقعا فوق‌العاده و خدا رو شکر تا الان فکر کنم 1/10% از کسایی که پازا کریسپو خوردن گفتن دوست نداریم. خدا رو شکر همه راضی بودن و همه دوست آره داشتن. واقعا فوق‌العاده. اپتایزرمون رو دوست داشتن. خب آقا حالا بزن بریم سراغ تهیه غذا. بفرمایید. این بافت تارنکبوتیه توی خمیر. تمام تخمیری که قراره توی خمیر انجام بشه توی 48 ساعت انجام میشه، یعنی اون فعل و انفعال شیمیایی که بین آرد، نمک، مخمر و آب قرار اتفاق بیفته تو 48 ساعت اتفاق میفته.
و وقتی شما پیتزای منو میخوری دیگه نه سنگین میشی نه ترش میکنی نه معده درد. آره خیلی برای همین خیلی سبک و راحت واقعا سبکه واقعا و راحت الهضم هم هست. آره و واقعا هم لذیذه. بعد این اونا حدود چقدر زمان میبره واسه پختشون؟ پختش زیر 80 ثانیه. ما دمای فرمون 500 درجه است. واو. و زیر 90 ثانیه. بعد موقع 80 ثانیه، بعد موقع 70 ثانیه. خود این زمان طبیعی رو داخل. و هیزم هم میندازه. احمد الان داریم بهش این آرد سمولیناست. برای باز کردن خمیر ناپولیتان حتما باید از آرد سمولینا استفاده کنیم، چون روی خمیری که قراره بره توی پیتزا توی تنور نمیمونه، آرد سفید میمونه، زیر پیتزا میسوزه. پیتزا ناپولیتان یکی از ارکان اصلیش، یعنی یکی از اجزای اصلی پیتزا ناپولیتان پنیر موزارلا فرش. خمیرش، نوع درست کردن خمیرش، پنیر موزارلا فرش و تنور هیزومی. سه تا شاخصه اصلی پیتزا ناپولیتان اینه. پنیر بلو چیز پنیرهای کپکیه. پنیر یه شاخه‌ای از پنیرهاییه که توی ایتالیا، فرانسه و هلند تولید میشه. توی ایتالیا بهش میگن گورگونزولا و توی کشورهای دیگه بهش بلو چیز هم میگن. از کاتگوری بلو چیزه، یعنی رگه آبی داره، رگه های کپک زده داره. رگه های کپک زده آبی داخل. بله. زمینه ما اکثرا میسای 99% سیب زمینی میسایزی گرفته خریداری میشه از تروار، هر روز صبح خریداری میشه. چون زودتر بخارپز میشه و راحت‌تر خورده میشه. به این صورت اسمشش میکنیم. اون روز بسته بند میشه، همه چی تازه. آره اتفاقا من همیشه رفتم داخل رستوران همه چی تازه است، یعنی اصلا واقعا لذت میبرم میخورم. انقدر قدره سالم و واقعا در اون جهان انگار رژیمی هم هست، واقعا سالم تره و خب پنیرش درصد چیزش بالاست، درصد چربیش بالا، چون پنیر اولیه است. ما اصولا ایرانی‌ها خودمون دوست داریم مثلا پیتزا رو هر چی دستمون بیاد بریزیم توش. حتما درست کنم. اون سبکی که به اسم امریکن استایل راه افتاده، پیتزا آمریکایی که میگن توی ایران راه افتاده، جا افتاده که امریکن استایل اون سبکی نیست، باید بگیم ایرانی استایله. حجم زیاد، متریال زیاد و همیشه دوست داریم که پنیر زیاد داشته باشه. بعد تو اون کانسپت پیزا از پنیرهای پروسس استفاده میشه که از استابلایزر توش استفاده شده، مارگارین توش استفاده شده، بعد درصد چربی بالاتری اصلا سالم نیست و اینقدر چربی زیادی داره آدمو میکشه. الان اینو بگیری که من هر روز صبح توی پادزا نگاهش میکنم، ازش ویدیو میگیرم، بهش میگم رقص آتیش روی چوب. الان هیزومه، ببینید این هیزومه، ببینید وقتی آتیش میگیره اصلا اینقدر قشنگه، اینقدر خوشگله، آتیش اینقدر خوشگل روش میرسه که لذت میبری. شف این تو چه دمایی باید پیتزا پخت بشه؟ ما تو 500 درجه، 500 تا 510 درجه، چون الان کف تنور رو با آب سرد میکنیم که زیر نسوزه، پیتزا نسوزه. این صحنه رو ببینید، این رقص آتیش رو ببینید چقدر خوشگله.
این دودی که تو تاق چیزه طعم خاص و خوشمزه به پیتزا ناپولیتان میده و اصالت پیتزا ناپولیتان به همین استفاده کردن نیست. دقیقاً و چه بافی پیدا کرد. این چه سرعتی تو پختش هست، چون خمیر سبکه آماده است برای این اصلا بافت خمیریش اصلا دیوونت میکنه. تریکیدن خمیره رو نگاه کنید. اینو خالی کن، این کاسه تمیز بیارم. به چه سرعت هم حاضر شد واقعا. این زیر 90 ثانیه پیتزای ما زیر 90 ثانیه حاضر میشه و این خالیه، این تو خالیه. بچه داخلشون آقا شف من باید اجازه بره کن اصلا اینو ببین، چه خمیر رو اینو ببین. روی نقاشی فرقی نداره خالیه هیچ کبوتی که با هم واقعا فوق‌العاده است. بیاد چه بر نظر Pizza! We like pizza! بچه سس رنچ رو به من میدی؟ این سس رنچیه که با خامه ترش شده. خامه ترش رو خودمون ما درست میکنیم. با خامه ترش درست میشه، پودر سیر و پودر پیاز و نمک و فلفل و شیوید خشک توش. بچه اصلا کارو میگیری ببین اصلا. بله شف چه کرده؟ اینا رو بهش میگن لئوپارد، میزان هوایی که توی خمیر مونده و اومده اون حالت وقتی خمیر رو باز میکنم اینجوری میزنم تمام هوای داخل خمیر میاد اطراف. خب وقتی میره برای پخت وقتی پخت میکنه اون آب باید تبخیر بشه. تبخیر میشه به این صورت از پیتزا خارج میشه، تبخیر میشه. بابا من فکر کردم این گوشه های خمیره نگو هوایی که داخلش اینا وقتی چونه انقدریه وقتی بازش میکنیم تمام هوا، اگه دقت کرده باشی بافت خمیر رو که باز کردم تارنکبوتی بود، یعنی پر هوا بود. اون هوای وسط خمیر میاد اطراف خمیر و وقتی میره برای پخت اون هواه و اون مایعات تبخیر میشه، آبش تبخیر میشه، هوای تبخیر میشه و به این صورت لئوپارد میزنه. رنگ خوب سس پستومون برای کیفیت این ریحونه. رضا اونجا رو آروم باش. واه چه کیفیتی داره. کیفیت ریحونی که داریم استفاده میکنیم این نگاه کنید شو، یعنی فکر کنم توی ترجیحش الان این ریحون کیلویی 1200. رضا مردم چه نقدر مادی شدن. واقعا 1300 میشه. کوالیتیش یه واقعا دونه‌شو بچش لطفا. این عطر طعمش چیه؟ نه اصلا خود ریحونه دنیایی داره. آها نظرت چیه آقای؟ بچه اینا رو بدید. این فرشه فرشه شده یا سیب زمینی به صفا. انگار دارم تو بهشت خودم. اون ستا رو بدیم برای سیب زمینیشو بده. چند تا از اینا بده. شبانه روز بچه‌ها این سیب زمینی رو الان آماده شد. ببینید. بله. سیب زمینی به این شکل لای رویش سرخ میشه، قشنگ کریسپی میشه، میاد توی این کاسه سگار رو از این ادویه‌ای که داشتیم چلگیا بهش میزنیم. بچه این ادویه فوق‌العاده است. ببین من الان خودم کشیدم تکی واقعا مزه بی‌نظیری داره. توش انقدر شکیات و هوس‌انگیزه واقعا دیوونه کننده است. چیپیتای بابا سس کریسپ که پایش گفتم مایونزه و از این ادویه کریسپ بهش اضافه کردم. این سس خود همون چلگیاه. بله با همون مایونز در ساز و دوباره چیلیتای. از این سس ها هر وقت خواستید توی پازا میتونید بگیرید برای سیب زمینیتون. ما برای پیتزا هامون هیچ سسی سرو نمی‌کنیم ولی برای سیب زمینیاتون میتونید از این سس ها استفاده کنید. یه انبور من بده. اسلامی انبور بده. انبور.
مثلا انزه کار پیتزا ناپولیتان اینه که اصلا بدون سس بخوری. داخل ایتالیان اینم قارچ و فلفل دلمه رست شده است که روی سیب زمینی پاتزا کریسپمون میاد. و آخر کارم پودر پنیر پارمزان. کار رو ببینیم آقا، واقعا فوق‌العاده شد. دست گلتون درد نکنه آقا، خیلی متشکرم که مهمون ما بودی، واقعا تاج سرین. اینجا مطابق خودت و دوستات هر وقت دوست داشتیم هستیم. امیدوارم که همیشه لذت ببرید. عزیزم واقعا بچه تست غذا رو داشته باشید. بچه‌ها اومدیم پیتزا رسید. آخری سه تا پیتزا پیش غذامون که عشق منه، دارم نگاش میکنم و منتظرم زودتر بخورم. از کدوم زودتر میگه عشق منه روش غیرتی میشه؟ نه با دوستش هست اصلا حالا بچه‌ها من بیسکت بدید. من میگم اون تست بزنیم. اصلا این روند رو دیدم، فقط میخوام برم تو کارشیم بخوریم. نفری بچه‌ها یه اسلایس بردیم. اونو بده سم بچه برای آقای فیلم بردارم یه سلایس بزنیم. بله فیلم بردار. ریتد چند؟ من ریتد خدا وکیلی دوستش دارم، بهش 8.75 میدم. 8.75 آره. نظر تو چی واسه من 9 داره. واسه من 25 چی بود؟ با چیش حال نکردش؟ من جبران کنم واسه من 9 یا 9.5 واقعا 9 یا 9.5 خیلی نسبت قبلی هم بیشتر دوست داریم. استیکی قبلی و من چون تندی رو خیلی دوست دارم، تندیش واقعا به حال داد. برای همین حالا شاید نیم از اون بیش، ولی اون تندیه رو اگه یه ذره ایران داشت سلیقه یه دیگه من اصلا تند بیشتر لحاظ دینامیک افکته. حالا من بگم یه باگش به نظرم چی بود؟ این حجم نسبت به انقدر خیلی درصد زیادی پیتزا نه اصلا نه رفتی نه جای دیگه هم بریم باز الان چون دستی روند لیول بیشتر. اینجا توی رستوران مثل نوشیدنی طراحی کردیم که تقریبا هم قیمت نوشابه در میاد و مردم رو تشویق کنیم که به جای نوشابه از نوشیدنی سالم استفاده کنیم. مثلا این آب اناره با آب قصاری سما قدم کردیم، سودا و یعنی هیچ چیز صنعتی توش نیست. صنعتی توش چقدر عالی. سودا داره، لیمو داره، سما قدم کردیم، سردم سما و آب اناره تازه. خیلی هم عالی. هم سالمه، هم قیمتش هم پایین‌تر میاد. این چیه؟ این استواییه، خب که توش نارگیل داره و میوه استوایی گرفتیم. میوه استوایی با سودا و لیمو. بعد شف تو هیچ کدوم از اینا سیروپ استفاده نشده. کاملا هیچ کدومشون سیروپ نداره. خیلی کاکتوسه. آره من این کارم خیلی دوست دارم. و خیلی خوش‌طعم. آره یکی از عشق‌های اصلی کاکتوس واقعا. این مرکباته که آب پرتقال، گریپفروت و نارنگی با سودا و لیمو توش. موضوع همشون رو بخورم. این هم پیناکولادا که نارگیل داره و ریحون بنفش می‌ندازم توش که عطر طعمی بهش میده با سودا و لیمو. نوشیدنی کنن. من مال پیناکولادا هر چیزی که توش نارگیل باشه توشون هم قشنگ چه جونه جالبه. ممنونم ازتون. متشکرم. مرسی. بچه بریم تستشو داشته باشیم جونه تو. سلام. سلامتی داداش. حرام مطلق است ولو عالیه. چیه قرمز یا خدا بیا سلام. تستشو چند یه چیه سلامتی. بی تربیت. عالی. پیتزای دوم بزنیم. بفرمایید. من مصلی هستم مال قرمزوریه. اصلا تعارف نکنید. تو رو خدا. ببین من سلس قرمزوریه یک میدونی چی رو میخوام ببینم. من زیاد آدم اسفناج بازی نیستم. میخوام ببینم این نظر ما عوض می‌کنه. شما خود شبیه اسفناجی. نه بچه‌یون قشنگ طعم پنیر رو حس می‌کنم. این بیشتر بابا سلام. نمی‌فهمم چه خبره. خیلی خوبه. این اصلا
پنیرایی که داخلش زده عالیه. واقعا نفس دیوونت میکشی طعم جایی آره بلو چیز داشتی؟ آفرین آره پنیر بلو چیزه داره دیوونم کنم نمک بلو چیزه با استراتژی ولی با ترکیب نکوری و من واقعا اینو نسبت به اینم بیشتر دوست دارم با اینکه بگم اصلا اسپناج دوست ندارم نه نمیدونم ولی به نظر این بهتره بود نمیدونم ریتت بدیم ببینیم این چنده به این 9 واسه من نمیدونم من اینو بهش 9 دادم درست ولی قطعا این به قول تو 25 صدم کمتره 875 میگفتی چیه تو داداش گفتی 25 صدم کمتره یا این گفت 25 صدم کمتره من 25 صدم گفتم آره جذب شده آره سفریدیش به نظر تو چنده حاجی ظلمه بگم 10 آرمی بچه جز کربازا بوده عشق پنیر رو داره. نظر شما چنده؟ من دقیقا به آقا آرمان هم نظر ولی 25 صدم نه نیم قوی بود قوی بود خب معرفی پس بچه‌ها این با ریت اسم کار چی بود؟ اسم کار داشت پاتزا کریسپی بود پاتزا کریسپ پاتزا کریسپ پاتزا کریسپ پاتزا کریسپ پاتزا کریسپ چی داشت توش؟ همش شوشه چیکار ببین می‌کنه؟ این سیجنگال حربی داره خوبم میخوری بله این نوشیدنیه که وسطش یه قلوب می‌خوری قشنگ یه طعم تازه فرش می‌کنه آره واقعا شده